دادگاه عالی تاجیکستان 31 اپریل سال 2022 ساکن شهر روغون قاسموف مستقیم یتیموویچ را برای قتل مادرش محمود و زیبانیسا به حبس عمرباد محکوم کرد. دادگاه مستقیم قاسموف را بر اساس ماده 104 قسم 2 بندهای و ی کودکس جنایتی تاجیکستان در آدمکشی با بیرحمی مخصوص و آن هم در حالت عاجز یعنی در حالت خواب قرار دادن مادرش گناهگار شناخت. این بند قانون همچون جزا حکم قتل را هم پیش بینی میکند، ولی صدور و اجرای حکم قتل در تاجیکستان از سال 2004 تحت مراتوری قرار دارد و حالا حبس ابد در این کشور جزای عالی حساب می شود. مرکز مطبوعات داستانی کل تاجیکستان روز 21 اپریل برخی جزئیات این پرونده را نشر کرد. بنا به این منبع در رفت تفتیشات پیشکی و بررسی سود معین شده است که قاسموف در سروغه شهر روغون کوچه نورکیان بنای 24 همراه پدرش قاسموف یتیم، مادرش محمود و زیبانیسا و زن و فرزندانش استقامت کرده وقتهای آخر بنا بر سبب در یگان جا کار نکردن او را مادرش نصیحت کرده میفرمود است که در یگان جای کار کرده خورد و خوراک زن و فرزندانش را تامین کرده زندگیش را خودش پیش برد. داستانی میگوید مستقیم قاسموف از رفتار مناسبت مادرش ناراضی و دائم در خشم و غضب قرار داشته منتظم با مادرش با بهانه‌های گوناگون مناقشه و جنجال‌ها میکرده است. او شب 30 اپریل سال 2021 تقریبا ساعت 01:50 از خواب بیدار شده پنهانی از همسرش با مقصد کشتار مادرش از آشخانه کارد گرفته به نزد حجره خواب پدر و مادرش رفته از فرصت مناسب استفاده برده با بیرحمی مخصوص با کارد در دستش بوده به قفس سینه مادرش زده است. مادرش محمود و از ضرب کارد از خواب بیدار شده کوشش خیستن را میکند، ولی او به مادرش چنین امکانیت را نداده با کارد در دستش بوده پی در پی 3 مرتبه دیگر زده او را به قتل میرساند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره موردهای قتل خویش و تبار نزدیک از جمله پدر و مادر و همسران خبرهای زیاد به دست میرسند. این در حالی است که احترام پدر و مادر در فرهنگ مردم تاجیک یک ارزش ویژه داشته، حتی گپ گرداندن به والدین گناه عظیم دانسته می شود. جامعه شناسان و روحانیان زیاد شدن موردهای به سر پدر و مادر دست برداشتن فرزندان را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه ربط می دهند.